مردی مشکلاتش را برای شیخ برشمرد و از او راه چاره خواست. شیخ قوطی کبریتی از جیب درآورد، 3 نخ کبریت بیرون کشید، 2 نخ آن را دوباره در قوطی قرار داد، آن نخ باقی مانده را نصف کرد و با آن نصفه که الان نوک تیزی پیدا کرده بود لای دندان خود را تمیز کرد و گفت میگی چه کار کنم؟ گند رو زدی، حالا از من راه حل میخوای؟ شیخ نبوده، استراتژیست بوده. اختیار دارین آقای دکتر، استراتژیست فقط شمایین. شرمنده اخلاق تا واقعا. این معرفت و آخرت مرام، دارنده تصدیق پایه یک بین‌المللی که تو پیچ و واپیچای هراز شب تاریک و برف و بوران با 30 تن بار میلگرد، دند عقب، کمر شکن سب کابیرم این دیگه گلگیربانی نیست. زیر کردی بدبخت بیچاره مقام عظما رو. من به عظما چه کار داشتم؟ تو نمیدونی که الان نباید صحبت از کمر شکن و کامیون و راننده و پایه یک و آیه دکتر، من یک کلمه از اعتصاب گفتم، برانداز گفتم، چرا بحث رو منحرف میکنین؟ من داشتم مرامتون رو میگفتم. شما همونی که یک کیک کامل و تنهایی خوردی چون فکر میکردی خراب شده، خواستی بقیه مریض نشن، ولی نمیدونم چرا دور نریختی. خب اگه دور میریختن بدبخت بیچاره مورچه ها میخوردن مسموم میشدن دیگه. بعد به اون بیچاره ها که نمیشه سرم وصل کرد. باشه آقای دکتر، برم سراغ سوالات. این داستان برجام آمریکایی و برجام اروپایی چیه؟ اون دفعه مقام عظما کلی تأسیس هسته‌ای رو بای داد، بعد گفت من از اولش میدونستم کلا سر اون میذارن. این دفعه میگه نباز به اروپا اعتماد کرد، ولی حالا برین جلو، میخواد 2 تا در رو باز نگه داره. مثل اون دفعه دستش لای در میمونه ها. 2 تا سخنرانی آخر عظما رو تو اصلا شنیدی؟ بله شنیدم. خب راجع به این موضوع خیلی مهم چی گفت؟ هیچی نگفت، راجع به بدبختی اصلی حرف نمیزنه. خب این خودش بدبختی اصلیه دیگه. مجبور دندون بذاره رو جیگر، داره میترکه ولی جرأتش نداره حرف بزنه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض کردم بله میفهمودن که پیرمرده با نوش رفته بود فروشگاه خرید، پسر هی زرزر میکرد، پیرمرده میگه آروم باش فرهاد، آروم باش فرهاد جان، آروم باش عزیز من. جلوی قفسه خوراکی ها پسر خودش زد زمین، داد و بیداد. پیرمرده گفت آروم فرهاد جان، دیگه چیزی نمونده خرید تموم بشه. دم صندوق پسره این چرخ دستی رو کشید و بسته‌های خرید افتاد زمین. پیرمرده دوباره گفت فرهاد آروم، تموم شد، دیگه داریم میریم بیرون. ما کفبر شدیم، رفتیم گفتیم آقا کارت خیلی درسته، این همه اذیتت کرد، تو فقط گفتی فرهاد جان آروم باش. پیرمرده برگشت گفت قربونت، فرهاد اسم خودمه، این دو بریده اسمش سیامکه. روشن شد یا همچین بزنم که آروم بشی مجری جان. اوضاع ناجوریه. مقام عظما اومد اروپا رو سپر بلا کنه جلو آمریکا، ولی سپر خود تو ملاج مبارکش. نه دیگه الان کسی گول نمیخوره. اگه یه روی خوشی هم بهت نشون میدن برای اینه که گنده ترش ازت بگیرن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن که 2 تا رفیق 7 خط رفتن با هم خرید، یکیشون یه کفش دید پسندید 200,000 تومان، به اون یکی گفت عزیز جان من کیف پولمو تو خونه جا گذاشتم میشه تو حساب بکنی؟ رفیقش کیف پولشو در آورد خیلی خونسرد 2,000 تومان در آورد داد به رفیقش گفت بیا این کرایه تاکسی، برو خونه کیفتو بردا بیار. روشن شد یا همچی بذارم تا بفهمی لبخند اروپایی ها یعنی چی؟ آیه دکتر دوباره این مسئله تلخ FATF، این الله کلنگ FATF نابودمون کرده، هی میره بالا هی میاد پایین، هر بارم میخوره تو سر مقام عظما. این به یه نامه فرستاده که به شرط ناشناس موندن بخونیم. این به این علایالدین بروجردی انقدر مشنگیه که فکر میکنه از حرفای مشنگیش معلوم نمیشه که خودشه. گفته چند روز بیشتر وقت نداریم، اگه امضا بکنیم باید خودمون فرماندهان سپاه و نفرات عملیات خارجی کشوریمون رو تحریم کنیم، اگه نکنیم راه نفس مالیمون بسته میشه. چشم بسته قیب گفته. خب اینو که هر بسیجی هم میفهمه. توی مشنگ گذاشتن تو کمیسیون امنیت مجلس که راه حل بدی. آی دکتر راه حل نداده، ولی گفته از شما بپرسیم توی این بدبختی که هممون میدونیم لا علاجه، پس چرا اینقدر تو سرکله هم میزنیم؟ اجازه بدین جوابشو خودم بدم. بده بینم، برو بینم دستفرمون استراتژیکیت چطوریا شده اخیراً. درسته که سگ دعواها برای نظام همش ضرره، ولی یه فایده هم داره.
بالاخره برای برخورد با استکبار یه تمرین نمیشه. وقتی تو خودمون اینطوری فک پیاده میکنیم حتما اونا هم حساب کار خودشون رو میکنن. شما یه بار به این فوشه که تو مجلس رد و بدل میشه میتونین گوش کنین؟ تن هر موجود زنده ای رو میلرزونه. اونا هم میفهمن که اینا چاک دهن ندارن، حساب میبرن. ای دکتر رد شدی، بزن کنار، دستی رو بکش، سوی چند تحویل بده دیگه. هم تا من نگفتم پشت فرمون استراتژیکی نشی. خرخره هم دیگه رو بجویم که بقیه از دور تماشا کنن، جا بزنن. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکرده بله، میفرمودن مشنگه با عموی مشنگتر از خودش رفتن شکار. عموی که تجربه داشت گفت موقع شکار برای که بتونی ذهن شکار رو بخونی باید عین حیوان فکر و رفتار بکنی. مشنگم پرید یک گاز از عموی گرفت، بعدش هم چنگ انداخت تو صورتش، اونم با تیر زد کشتش که کاش زده بود به این علایالدین بروجردی مشنگ. بحث رو خیلی قشنگ جا انداختین، ولی جمع‌بندی رو دیگه از شما نمیخوام چون خسته شدین. میترسم خدای نکرده دوباره آخر برنامه کدورت ایجاد بشه. این دفعه صادق ریزه آملی لاریجانی خودش جمع زد، تو سخنرانیش همه بحرانا رو ردیف کرد، از تحریم و آمریکا تا منطقه و داخل همه رو گفت تهدید اصلی براندازه هستن. عثمان که رک همونایی که آوردن اسمشون ممنوع بود و گفت. آیه تو منو میذاری کنار، بعد جنبندی رو از یه مشنگ هیچی نفهم میگیری میخونی؟ خب اون هیچی نفهمه، شما به مقام آخه تو من هیچی نفهم.